مخاطب نظیر رسانه پشت پرده سلام. امروز قصد داریم که مده ها رو یک بار دیگه بشوریم بذاریم کنار. بازم میگم خیلی رک دیگه از این بهتر نمیشه گفت. 5 سپتامبر که میشد 14 شهریور ماه یک مستند در خصوص آهنگایی که مده ها کاور کرده بودن ساختیم و پخش کردیم که با واکنش صدا و سیمای ایران هم همراه. آقا این داستان مده ها هم خیلی جالب و باحاله. مده ها برمیدارن مدعیاشونو از خواننده ها کاور میکنن. توی اوج مهربونی ای همای آسمونی، من به دنبال تو هستم که شاید بدی نشونی. مدتی بود حس میکردم که دلت یه جا اسیره، پشت پا زدی به بختت کی واسه جز من میمیره. اما واکنش صدا و سیما ایران چی بود با مصاحبه‌ای که با مجید بدین فاطمه انجام داده بودن در صدا و سیما ایران در خصوص مده‌هایی که آهنگ از خواننده‌های خارجی و داخلی کپی و کاور میکنن؟ ازش سوال پرسیده بودن و مجید بدین فاطمه که یکی از به نظر من مده‌های معروف ایران هستش و در مراسماتی که مدهی میکنه بیش از 15,000 نفر آدم در تهران شرکت میکنن، خب طبیعتا نمیتونه آدم غیر معروفی باشه. بریم این صحبت‌های صدا و سیما، واکنش صدا و سیما و این مدعا رو ببینیم و بشنویم. من یه سری توضیحات بهتون میدم. بعضی از نوحه ها رو میشنویم ریتم و آهنگش وارداتیه، لس آنجلسیه. آقایی دارم آقای رویایی، رویایی دارم رویای آزادی، آقایی که دارم نداره حتی رویای یک رقص بی وقفه از شادی. نوکری داری نوکری در یاده، لس آنجلسیه. چه عرض کنم، البته اونا به خاطر اینه که توانایی ندارن. توانایی چی ندارن؟ توانایی ساخت ندارن. و بعد این دلیل میشه برن همچین کاری بکنه؟ نباید این کارو بکنه. پس معلومه توانایی نداری. خود شما میشنوی چه حسی داری؟ کپی زده از آهنگ فلان خواننده اون بره. فاطمه نور كلامي سيد الشهداء، حبي كل حياتي لقيت وقلبي خلاص اختار. يا حبيبي طبيب فؤادي نور عيني وخير مراد. آهنگامون تو شعرامون باید شأن و دستگاه امام حسین رو حفظ کنیم و رعایت کنیم. این خیلی مهمه. مجید بدین فاطمه در مصاحبهش گفتش که مده ها توانایی ندارن و نمیتونن حالا شعر بگن. نه، بحث توانایی نیست. در داخل ایران برخورد سلیقه‌ای با افراد صورت میگیره. اگر اون شعر رو یک خواننده بخونه میگن امام و انقلاب اسلام به خطر افتاد، حتی بهش مجوزم نمیدن، چند سالم ممنوع کارش میکنن. اما اگر همون شعر رو یک مده بخونه به سنم زیرش بهش تازه امتیاز که چه عرض کنم، سمت هم میدن، اسلحه هم میدن، میگن برو تو خیابون اگر کسی جلوتو گرفت بزن. و برباد مده تا ندهی برباده برباده، زلف برباد مده تا ندهی برباده برباده، زلف برباد مده تا ندهی برباده، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیاده بنیاده، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیاده. سیستم اینطوریه و شما مده ها هر جوری که دوست دارید، هر آهنگی که دوست دارید میخونید. البته همتون نه، 90%تون. حالا دوباره چند تا دیگه از این مدعی‌ها رو من برای شما پخش میکنم که کاور کردن، که اصلا ببینید
در وضعیت مدایی ایران چه فاجعه‌ای صورت گرفته. یکی هست که هنوز حرمه با صفات و ندیده و غم داره، چی میشه که یه روز سر و روی زریح قشنگ تو بگذاره. یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون مینویسم اون خوابه، نمیخوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بیتابه. توی قهطیش دل من مثل مجنون و عشق تو جون لیلا. یه کاغذ یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه. میدونیم سگتم آقا بندتم آقا، میدونیم سگتم آقا بندتم آقا. ای شهریارش الهه بهارش، فقط سن جهاندان من ندار و نداره، تو این قهر و آشتیای یه ریزی به هم میزنی، هی مگه مریضی با این همه باز چه عزیزی. درگیر تو بساطتم روی منم حساب کن، یه بار برا زیارته تو منو انتخاب کن. درگیر رویای تو هم منو دوباره خواب کن، دنیا اگه تنها گذاشت تو منو انتخاب کن. اون که منو میکشونه تو بزم روزه ها تویی، از تو حرم میخوام آخه صاحب نوکراتویی. دلت از آرزوی من انگار بی خبر نبود، حتی تو تصمیمای من چشمات بی اثر نبود. این آهنگ‌های شادمهر هم داستانی شده. بنده خود شادمهر میگفت آقا من یه مقداری از آهنگ‌های خودم و از خواننده‌های یونانی کاور میکنم، خوشم میاد. بعد این مدعا میرن از شادمهر کاور میکنن. بشنوید این صحبت شادمهر رو. 3 تا آهنگم از آهنگ‌های یونانی ساز، آهنگ مشکوک، آهنگ بیتو و آهنگ چند روز دل دیوونه. اینا آهنگسازش من نیستم، فقط یه اجرای دیگه کردم. بیا بگویم به همه دنیایی که با بی‌اعتمادم کن به همه دنیا، این که با من باش، کنار من تنها، کنار من تنها، کنار من تنها. اینجا واقعا دلم نیامد. یک مصاحبه‌ای در تلویزیون پخش شد راجع به امیر تتلوی، آخوندی و برداشتن آوردن تو تلویزیون، گفتن که آره امیر تتلو در شعراش فوش میده، امام و انقلاب و اسلام به خطر انداخته و چه این و چنان. ایرادی نداره. نگاه ما با شخص مشکل نداریم، ما شعر. نگاه چی داری میگی تو؟ امیر حسین مقصودلو، خب این بشر برمیداره یه صحبتی میکنه، خب یه مقدار میره میاد گرایشاشو نشون میده، بعد برمیداره نقطه سقوطش کجاست؟ نقطه سقوطش توهین به اهل بیت. خط قرمز ما همه اهل بیتن. این خط قرمز همه ایرانه، همه ایران خط قرمزشون اهل بیت. او توهینو که میکنه سقوط میکنه، کنسرت که میذاره دیگه تموم رفت قهر. دیدین کنسرتشو کامل؟ یه سری چیزایش رو، چون خب الفاظی رو به کار میبرد که در شأن هیچ کس نیست که اونها رو گوش بده. من شنیدم بعضی از مردم گرجستان هم حتی
یه سری تجمعاتی داشتن سر اون قضیه. خب این چرا باید این کارو بکنیم؟ ایرانی اینجوری نیست. ایرانی با ادب، ایرانی با شخصیت، ایرانی اسلامی انقلابی هیچ وقت فحش نمیده اونجوری توی یک شهر، توی یک کشور دیگه. هیچ وقت این کارا رو نمیکنه. مگه ما خواننده کم داریم؟ مگه ما خواننده باسواد عالی کم داریم؟ مگه خواننده با کلاس ما کم داریم؟ بعد مدعای خودشون ور میدارن آهنگای امیر تتلو رو مدعی میکنن. بذار تو حال خودم باشم، بذار تو حال خودم باشم، بذار تو حال خودم باشم، آسین زنی میکن تو دل تو جاشم، بذار خودم باشم، بذار تو حال خودم باشم، آخه من میخوام سید رقیتون باشم. بذار تو حال خودم باشم، منو چند تاشم. بذار تو حال خودم باشم، نه نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم، نمیخوام پاشم. بذار اشتاقه یاسر همه عالم بدونن من سگ عباسم. ماشالله همه عالم بدونن من سگ عباسم. ای باریکلا از زمستون رژیمی و شدی باریکلان. ای بابا دست خوش از یولو شبی جودی شبی جنیفر. مدعیام همینطوریه دیگه و کلا اگر یه شعر رو یه مدعا بخونه مشکلی نداره، اگر یه خواننده بخونه چندین سال ممنوع کار و ممنوع تصویر و چه اینا چنان میشه. مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو به اشتراک بذارید که ببینن مردم این مدعاها چه آشفته بازاری رو درست کردن. ممنونم از شما.